الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان نیز از این سلسله درس‌های مبارک که ما امروز صحبت می‌نماییم رمضان، از رساله های رمضانی پیشگیری و درمان. موضوع ما پیشگیری و درمان است. پس ای برادر روزه‌دارم و ای خواهر روزه‌دارم، فایده های روزه که ما امروزها روزه داشته ایستادیم نه تنها از جهت روحانی، از جهت نفسانی است، بلکه منفعت های بیشتر و گوناگون و زیبایی رو برای ما و شما فراهم می‌آورد. نفس های ما رو تربیت می‌نماید به یک روحیه‌ای که ما با واسطه این خوشحالی و خوشبختی رو به دست می‌آوریم. فایده های زیاد سلامتی رو در جسم ما و شمایان داخل می‌گرداند این روزه‌ای که الله برای ما فرض کرده است. به واسطه این روزه‌ای که الله برای ما فرض کرده است از بسیاری بیماری‌ها انسان درمان می‌یابد. اگر ما به عنوان یکم مثال بگیریم، اگر انسان بیماری‌های در روده داشته باشد، بیماری‌های دل، دیابت قند، بدن شدن فشار خون، حتی التهاب‌های بوغم‌ها یا که فربه بودن، فربهی، التهاب گرده و دیگر بیماری‌ها، بر همه اینها عموماً این روزه‌ای که تو می‌داری به خاطر الله سبحانه و تعالی قصدی بگیم از بین بردن این بیماری‌ها رو نداری، ولی که به خاطر الله روزه می‌داری، ولی که انا همین روزه داشتن تو تمام انا همین بیماری‌ها رو سبب می‌گردد که کم بینماید یا که آنها رو شفا بدهد یا که تو رو روحی تو رو با پروردگار پیوست نماید. پس این است اساس که انسان نه تنها فریضه الهی رو بلکه برای خود یک آرامشی را هم پیدا می‌کند، از این بیماری‌ها خلاصی می‌یابد. و همچنین فایده‌های دیگری اگر ما این ماه روزه رو بگیریم برادران گرامی، این آرامش معده، کسانی که درد معده دارن میفهمن که چگونه مشکلی هست. پس آرامی معده، دستگاه داخلی هاضمه انسان فعالیت کاریش خوب می‌گردد و کم کردن فربهی و روغنی‌های زیادی که در بدن انسان طول انسان جمع شده است آنها را دور می‌سازد و همچنین از بین بردن سری یعنی پرخوری، این پرخوری رو کم می‌کند و همچنین سستی و تنبلی رو از بین می‌برد و پاک ساختن آن زهر غذاهایی که ما در طول سال استعمال می‌کردیم آنها را از عضوها جدا می‌کند. آن زهر و غذاهایی که بر بدن ما ضرر آور است آنها را دور می‌سازد که جمع آور شده بودند در بدن ما شما. البته که این نقطه ها را من ذکر می‌نمایم، منظور اساسی انسان نه اینکه روزه داشتن به خاطر این اصلاحات این نفسانی جسمانی انسان باشد، بلکه تربیت روح است. لعلکم تتقون در سوره گذشته را که ما بیان کرده بودیم باشد که شما از جمله پرهیزگاران قرار بگیرید. ولی موضوعی که فایده هایی که آن در این رمضان برای ما میرسد از روزه فایده های عظیمی دارد. برای همین بعضی از کسان رو میبینی که حتی نماز هم نمیخونن در ماه رمضان روزه میدارن، چون مقصد آنها، نیت آنها میفهمند، درک کردن، چون طب هم این رو اثبات کرده است که فایده هایی دارد. از همین سبب ما میتوانیم بگوییم که از منفعت های عبادت روزه این که انسان از بیماری ها درمان مییابد و از دردهایی که پیش آمدنی هستند آنها رو پیشگیری می نماید، همه این با اجازه الله سبحانه و تعالی. پس این است معنا، این است راهنمایی اسلام در بیان مسئله های روزه. چگونه که یک سخن مشهور است میگن روزه بگیرید سلامت میمانید. همین خیلی سخن هست، روزه بگیرید سلامت میمانید. پس در این روزه تمامی برتری های نیک جمع آوری شده است. از طب اگر که ما از نگاه طب نظر نماییم، حتی از قدیم در طب فایده های این روزه رو ذکر داری کرده هستند. حتی طب معاصر رو اگر ما بگیریم چقدر طب معاصر پیشرفت کرده است و چقدر منفعت هایی که اصلا بر ما پوشیده بود برای ما ذکر داری می‌نمایند. این روزه میان سلامتی جسم و فعالیت روح هم پیوندی رو می‌آورد. به این معنی است که انسان باید این عبادت روزه رو که فریضه الهی است، این رو که الله در این دین حنیف برای این امت قرار داد، برای بر امتون پیشین فرض بود، این رو به نیکوترین حال روزه بدارد. برای همین آنچه که ما امروزها به صورت‌های گوناگون از ضیافت‌ها در افطار کنی یا که در سحرخوری می‌بینیم، باید اینها در این ماه مبارک کم کرده شوند. وقتی که به این ضیافت‌های زیاد ما در خاندان خود می‌بینیم، اولا شکر و سپاس الله سبحانه و تعالی را گفتن را فراموش نکنیم.
دوم حال بیچارگان مسکینانی که در این راه قرار دارند را از آنها نیز فراموشی را به دست ندهیم، بلکه آنها را در این خوشحالی رمضان دست بگیریم، کمک نماییم هر قدری که توان داریم. این است دوستی حقیقی، این است محبت حقیقی بر بندگان الله سبحانه و تعالی. پس این فراوانی نوعهای گوناگونی از طعام، اینها تبدیل می شود به یک زهر در جسم انسان. برای همین است که انسان از این فراوانی نعمتایی که الله برای او عطا کرده است باید از مسکینان باید فراموش نکند، بر آنها یک طعام بدهد، بر آنها یک نیکویی هم داشته باشد. و یکی از فایده های روزه این است که انسان فکر اندیشه است در دیگران باشد، گرسنگی را میکشد تا که احوال گرسنگان را بدانی، تا که بر آنها یک دستگیری باشی. پس این از اساس رعایت کردن این قاعده های سلامتی. پس از همه این کجرفتاری ها و از همه این فهمیشی های نادرست در نتیجه بر اسراف کردن و زیاده روی کردن این بنده را میرسند و این انسان در آخر از رحمت الله دور بودن را حس میکند، چون بجز تربیه نفس خود هیچ چیزی را دیگر پیش فکر نمیکند. برای همین الله هنگامی که برای انسان نعمت داد باید شکر این نعمت ها را، سپاس این نعمت ها را بجا بیارد، نه اینکه کفران این نعمت ها نماید، بلکه شکر و سپاسگزاری این نعمت ها را بجا بیارد بر اعمال خیری که بر او در این ماه واجب است. پس بهترین راه در این ماه مبارک نه تنها از خوردن و نوشیدن خود را بازداشتن بوده است، بلکه این نعمتی که الله سبحانه و تعالی بر تو عطا کرده است این را بدون اسراف استفاده کردن و فقیران مسکینان را نیز فراموش نکردن. بارک الله فیکم. چون در حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده هست که فرمودند که برای فرزند آدم هیچ ظرف بدتر از شکمش پر نمی‌شود یا که پر نشده است، و فرمودند که چند لقمه برای طعام، چند لقمه برای شراب، سیاق آن برای طعام، سیاق آن برای شراب و سیاق آن برای نفس خشیر قرار بدهد. در روایت ترمذی و نسائی و ابن ماجه است. و همچنین سخن امیرالمومنین عمر بن خطاب رضی الله عنه است. گفتن و ایاکم و بطن، از سیری از پرخوری گفتن برحذر باشید، از سیری و پرخوری برحذر باشید، فانها ثقیل فی الحیات، گفتن زیرا این سیرخوری و پرخوری در زندگی بدن را وزنین میکند، در زندگی بدن را وزنین میکند که انسان دیگر توانی انجام کار نمیدهد و تنبل میگردد. با از این بدتر عمر بن خطاب فرمودن که و بعد مرگ یا که و در مرگ بدبویی رو میآورد. این از عاقبت های بدی پرخوری. پس ای برادران و خواهران گرامی قدر و روزادارم، باید این روزها را ما به نیکویی سپری نماییم. بر همه ما لازم است که این روزها را نه تنها روزهای خوردن ها و نوشیدنی ها، بلکه فکر و اندیشه ما از این باید بالاتر باشد. اقتصاد میانه روی در خوردن و نوشیدن عادت کنیم تا بعد رمضان با همین عادت باز پیشرفتی ها کنیم. دقت ما با صفت باشد، صفت عبادت، نه مقدار آن در نزد الله سبحانه و تعالی مهم نیست، بلکه آن صفت عادتی که تو داری، عبادتی که تو داری آن است قبول می شود. برای همین الله سبحانه و تعالی فرمود که شما را ابتلا و امتحان میکنید تا کدامی از شما بهترین عمل را انجام میدهید، نه گفت زیادترین عمل را، بهترین عمل را انجام میدهید. برای همین این نقطه را باید ما زیر نظارت قرار بدهیم. پس بهترین خوراک این چند لقمه است، چون که رسول الله گفتن بهترین خوراک این چند لقمه است که میان انسان را راست نماید، میان انسان راست شود. گفتن صلی الله علیه و سلم همون قدر طعام را بخوره که میان انسان راست شود، برای انسان پسنده است. دیگر بدن را در حالت سالم نگاه بدارد، بدن را فعال بگرداند، بدن را تندرست نگاه بدارد، بدون درد و الم، بدون آزارهای. اما بسیار خوردن این بر بدن وزنی، درد و الم و شکنجه میآورد. هر کسی که بسیار خورده است این را حس می‌نماید. در افطار کم بسیار بخور، البته در نماز تراویح تنبل میشوی، خوشت نمیآید، یا که دشواری در نماز تراویح برای قرار میگیرد. الله سبحانه و تعالی بر ما و شما در آن رزقی که برای ما عطا کرده است در آن برکت و عطا فرماید، و از غذا آن نوشاکی‌ای که برای ما عطا کرده است توفیق بدهید که آن را با معیار مقرر شده استعمال و استفاده بریم، و از بیچارگان مسکین و فقیران هم فراموشی را هم نکنیم. بارک الله فیکم.